سلام خدمت همه همراهان چنل DPR. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. فکر کنم 2-3 جلسه دیگه این دوره رو تموم کنیم. خیلی هم گفتیم، به نظرم خودش نیاز به خیلی تمرین و تکرار داره. میتونستیم یه سری ایندیکیتورها هم اضافه کنیم ولی گذاشتیم واسه بعداً ان شاءالله. حالا اگر که عمری بود و توانی بود و روحیه‌ای بود و انگیزه ویو خوردنی بود و سابسکرایب ادامه میدیم. شاید هم خیلی حرفه‌ای‌تر و در واقع با ادیت‌های خیلی بهتر. این دورم که چند تا ویدیوش در واقع خراب شده بود، اگر دیدیم بعداً نیاز بود دوباره میگیریمش، یعنی با کیفیت بهتر. البته که من چک کردم کیفیت‌ها واقعا حالا خیلی هم بد نبود، یه جاهای خطا یه ذره نامعلوم بود ولی مشخص بود. خب بریم. ما یه جلسه پاور آف ترند داریم، در واقع قدرت روند داریم. یه جلسه هم فیبوناچی میگیم در حد نیاز و جنبندی. 3 جلسه خواهیم داشت. اول در واقع پاور آف ترند، در واقع همون مبحث 2 تا مقوله، در واقع روندها به 2 تا مقوله تبدیل میشن. یکی در واقع ترنده که گفتیم آقا نیاز به، تو اون جلسه هم گفتیم ما نیاز به 2 تا در واقع تکیهگاه داریم برای این موضوع. نکنید 2 تا تکیهگاه که بتونیم ترند رو تعریف کنیم. برخورد دوم در واقع تکیه‌های دوم ما بشه، تکیهگاه دوم ما بشه، و برای اینکه بتونیم ترندهای در واقع تعریف کنیم نیاز به 2 تا تکیهگاه داریم. و الان هم قدرت روند که شامل 3 تا المان میشه که آقا این روند ما داره حرکت میکنه، آیا فاکتوری هست ما بتونیم داره قدرتش بیشتر میشه، کمتر میشه، خطر داره، خطر نداره، که 3 تا المان دیپ، دیستنس، فاصله و انجل رو در واقع براش در نظر میگیریم که بتونیم به اون جنبندی برسیم که آقا این قدرت رونده داره بیشتر میشه یا نمیشه. که ما فقط و فقط اینجا این المان رو میخوایم در نظر بگیریم. تو ترید نمیتونیم با تک المان ترید کنیم. آیا این 3 تا المان برای ما میتونه اینجا به یه جنبندی برسه یا نمیتونه جنبندی برسه؟ برای همین ما خیلی زور زدیم رو موجهای ماژور و مینور رو که بتونیم تشخیص بدیم. به شدت کمک میکنه. ما موجهای ماژور رو اینجا در نظر میگیریم برای این موضوع. بریم اینجا خودمون یه شماتیک بکشیم. بریم فرض بگیریم که ما در واقع این ترند رو داریم میریم بالا. خب گفتیم همونجوری که میدونین ما میتونیم یک خط روندی اینجا ترسیم کنیم با 2 برخورد و منتظر برخورد 3 باشیم که بهترین برخورد ماست. گهگاه متوجه میشیم که این میاد یک زاویه‌ای میگیره، در واقع یه مقدار شیبش بیشتر میشه که ما اونجا باید در واقع میتونیم یه خط روند شیبداری بکشیم. علی اگر ما نخواستیم اینو بکشیم، آیا المانی هست اصلا قدرت روند رو بفهمیم؟ ممکنه نتونیم به این سادگی تو لایو بازار متوجه بشیم. همونجور که ما صحبت کردیم تو یک ترند سعودی، موجهای سعودی ما در واقع میشه ایمپالس ما و موجهای در واقع اصلاحی ما میشه این نزولیات و حرکت. ما اولین چیزی که باید بدونیم که آقا در مورد فاصله من صحبت میکنم، گزینه دوم دیستنس. آیا قله ها که شکسته میشن ارتفاعشون نسبت به همدیگه، یعنی از اینجا نکنین این شکلی شکسته شده رفته بالا تا اینجا، این آقا نسبت به بعدی چه حالتی داره؟ این ارتفاع بیشتر شده، این قله بندیه نسبت به این ارتفاعش بیشتر شده یا نشده؟ حالا با یه تک خط هم میتونین در واقع حالا چشمی با این توجه به اینکه این لاین رو ما داریم اینطوری بهتر شلوغ میشه، مثلا توضیح یه ذره بهتر شده. در واقع منظورم در واقع این فاصله است. دقیقاً ما اگه بخوایم فاصله قله ها رو از هم بگیریم میشه این فاصله، از این قله تا این قله. آیا این فاصله، این ارتفاع بیشتر شده است؟ هر چقدر ارتفاع بیشتر بشه یعنی ما قله های بالاتری رو داریم تجربه میکنیم، پس ترند ما قدرتمندتر میشه که میتونیم در واقع این خطا رو بذاریم بغل هم. نگاه کنین ارتفاع این خط نانج دومیه ارتفاع بیشتر شد، یعنی این قله با قدرت بیشتری رفت قله قبلش رو فتح کرد. این یه دونه المان که میتونیم یه دونه در واقع مثلا جدولی هم برای خودمون بکشیم، بگیم آقا جان برای اینکه یادمون بمونه مثلا این قله میخوایم یه تریدی باز کنیم، بگیم آقا این فاصله به ما کمکی کردین مثلا با دیستنس دی بذاریم، این دیستنس به ما کمک کرد، میگیم بله فاصله بهتر شد، قوی تر شد، پس یه دونه المان قدرت مثلا براش میذاریم. اوکی. بعد دومی میشه دیپ، این هم شد
دی دوم مثلا دی میذاریم. ببینیم دیپ ما چیه؟ اصلاح های ماه. آیا این مسافتی که اصلاح شده است نسبت به بعدی عمق کمتری دارد یا عمق بیشتری دارد؟ چرا؟ نشان دهنده از اینه که آقا فروشنده فشار کمتری به این ترند دارن وارد میکنن. آیا فروشنده فشار کمتری به این ترند وارد میکنن یا نه؟ پس عمق خیلی مهمه که برای ما حالا کمتر بشه، بهبود پیدا کنه. یه وقتایی ممکنه مثلا عمق بیشتر بشه ولی مثلا مسافت تاثیر بیشتری داشته. این تشخیص شماست که کدوم المان داره به شما کمک میکنه. و در مثلا حرکت بعدی باز عمق کمتر شد نشد چه؟ اینم پس عمق ماست. مثلا عمق ما هم آقا به ما خیلی کمکی نکرد، ما چیزی دریافت نکردیم، خنثی بود از عمق مثلا. و بعد بحث زاویه است. بحث زاویه ترند خیلی بحث مهمیه. یکی این که باید شما یک به یک بکنید. یعنی چی؟ یعنی اسکرول در واقع چارتتون نباید هی جلو عقب بکنید چون اون زاویه به هم میرزه. یه موجو که کامل شما گرفتین دریافت کردین دیگه اسکرول نباید تکون بخوره. این خیلی مهمه. میریم از این گزینه سمت چپ اینجا اینفو لاین رو برمی‌داریم. میگیم آقا من میخوام بدونم که موجهای صعودی من نسبت به قبلی آیا از زاویه بیشتری برخوردار شدن یا از زاویه کمتری. مثلا زاویه اولی 51 که زاویه دومی شد 67 پس زور بیشتری گرفت. زاویه بعدی چه اتفاقی مثلا براش افتاد؟ شد مثلا 66 دوباره همون هولوش تغییری نکرد. پس ضعف درش نمیبینیم ولی تونسته در حرکت‌های بالاتر بیاد و زور بیشتری رو بزنه. کما که دیدیم مسافت هم بیشتر شد، عمق هم خیلی کمکی نکرد. پس اگر اینجا برای ما در واقع زاویه هم به این نتیجه رسیدیم که این داره زور میزنه پس من میگم ترند هم داره قدرتش در مجموع بیشتر میشه. حالا میام المانای دیگه هم توش در نظر میگیرم، میگم آقا نگاه کن این شیبم گرفته، نگاه کن سمت چپ مارکت منم مثلا یه همچین حالتی بوده، مثلا این وقتی شکسته اینجا رو پول بک زده و حرکت کرده. پس مجموعه این برای ما مهمه. ولی سه تعریف در واقع مسافت، عمق و زاویه اینطوری معنی میشه، اینطوری باید بهش نگاه کنیم در موجهای ماژور ما. بریم یه دوتا تمرین کنیم. مثلا یورو یو اس دی تو فهم 4 ساعته مثلا همینجا. ببین موجهای ماژور رو که باید برین از تو اون در واقع گذاشتیم تو در واقع بحث آموزشیمون هستش، تو بحث آموزشیمون و اسمش هم هست تشخیص موج ماژور و اونو بخونیم. ببین مثلا من الان متوجه میشم میخوام برخورد سومه انتظار دارم با توجه ببین به این که اینجا یک گره مهمی بوده دیگه، آخرین لوی بوده که رفته پایین‌ترین های ساخته. اینو ما درس دادیم تو درسامون دیگه، خیلی مهمه. اینجا رفته حالا در واقع اینو یه بار تاچ کرده برگشته، حالا تو اسپاندمانی پیش رفته میگیم الان اینجا چه اتفاقی افتاده، ولی همینجوری کلاسیک هم میتونی به راحتی از پسش بر بیاری. ما میگیم آقا نگاه کن اینجا یه ذره موجام در همه، من نمیتونم دقیقاً تشخیص بدم این موجها کدوم ماژور کدوم میره، ولی میگم آقا این یه دونه حرکت فعلا من میبینم، یه دونه رفته برگشته، یه دونه اینجا شک دارم که آیا این یه دونه دیگه است میریزه، من میگم این نیست، من میگم آقا اینه، این ریزش است، اینه، این ریزش است، این ریزش اینجاست. در اصل شاید این سه تا هم بتونیم یه دونه بگیریم، ولی چون میخوایم رو برخورد سوم ترید کنیم یه ذره مهمه که این ارتفاع سقف‌ها رو بسنجیم، زاویه ها هم بسنجیم. برای همین من اومدم یه ذره موجه رو تفکیک کردم. اگر میتونید یه ذره مثلا همینو فقط شما بگیرین، اینو تا اینجا مثلا، که بتونیم اینو ترید کنیم. این به کجا خورده است اینجا خیلی مهمه، از چه حرکتی برگشته خیلی مهمه. خب بریم ببینیم اول مسافت این، پس موجه رو میتونیم اینطوری برای خودمون موجه رو بشماریم، ببینیم موجه چجوریه وضعیتش، ماژورها. میگم آقا از این سقف رفتیم به این سقف بعدی، اینجا یه دونه، از این سقف هم رفتیم به این سقف بعدی، قشنگ اینجا کلوزش برام اینجا. پس این یه ذره ارتفاع من از این بیشتر شده، نکن یه ذره زور حرکت در واقع علاوه مسافتی بهتر شده. اینجا یه دونه پوینت مثبت ما داریم تو اون جدوله که میکشیدیم، میگفتیم آقا تو این جدوله یه پوینت مثبت. بریم تو عمق ببینیم چه خبره. میگم آقا عمق این اصلاح انقدر بوده، یعنی فروشنده ها انقدر تونستن توان بزنن بکشن بالا. عمق بعدی کمتر شده تا این کفه که شکسته بشه، ولی کف اصل ما اینه. اینجا یه ذره عمق بیشتر شده، دوباره یه موج اومده بالا انگار شه یه عمق. حالا اینجا دیگه عمق تشخیص عمقش از این ور میشه دیگه، میدونی اگه بخوایم نزولیشو بگیریم. اینم تقریبا همین. خیلی
تو عمق نمیتونیم چون اینجا گره خورده دیتایی نصیبمون میشه، ولی اینطوری میسنجیم. حالا تو مثال بعدی عمقمون بهتر خواهد، تشخیص عمق بهتری. بریم روی اینفو لاین ببینیم این چیه. میگیم آقا موج اول 70، بعدی چی؟ از این شروع موج بعدی اگر اینو ما همینجا ماژور بگیریم تا اینجا دوباره 60 خورده 70 هم 65. پس خیلی شتاب کم نشده با توجه به این شرایط. کمی که گفتم اگر ما بخوایم دیتیلینگ بگیریم این میشد موج دومون دیگه، درسته؟ این میشد موج بعدیمون، این هم میشه موج بعدی که تقریبا حالا از این کفم بگیریم 70، همشون 70. پس ما در حرکت صعودی میتونیم یه لایک به خودمون بدیم، بگیم آقا قدرت رونده به نظر داره بیشتر میشه. اینم که دیپمون هم تقریبا حالا یه ذره ضعیف، یه ذره سخت شد دیگه، زیاد ریزش کرد. ولی دوتا مثبت داریم، همین دوتا مثبت میتونه ما کمک بکنه که آیا اتفاق افتاده یا نه. این برای موج صعودیمون. حالا در موج نزولی هم میتونیم اینو انجام بدیم، بگیم آقا نگاه کن این اولین ریزش ما با یه درجه 79 درجه ریخته، دوباره موج ماژور بعدیمون رو این گرفتیم دیگه، این شد 80 تقریبا همونه. و در موج آخر یعنی این دوتا موج آخر این هم همون 80. اتفاقا اون موجه که بیشتر ریخت از اینجا شروع میشه تا اینجا، این هم 80، یعنی تو این هم اتفاق نیفتاده، همونه، فقط ما در صعودمون یه ذره قدرتمندتر بودیم. پس اینجا فهمیدیم که آقا بد نیست وضعیت ما، ترنده داره حرکتشو میکنه، خوبه. من حالا خیلی دیتیلی اینجا رو گفتم شما یاد بگیریم، ولی اگه بخوام مثلا موج شماری راحت تری داشته باشیم، مثلا اینجا خیلی هم گره خورده است، از این میتونی به اون یه دونه بگیری، اینو اصلاحشو بگیری، اینو بذاری اینجا و حرکتشو بگیری. اینطوری برای تمرین خودتون هم بهتره، میتونی راحت تر تشخیص بدین تمرینشو. که نگاه کن الان مثلا من زاویه اینو بگیرم، نگاه کن این زاویه یکمون 62، زاویه بعدمون میشد 79. ببین این همین زاویه همین جایی بود که حرکت خوبمون رو میتونستیم از اینجا تو این پول بکه بگیریم و عمق کمتر شده. الان ببین عذر میخوام موبایلم افتاد. الان ناکن عمق اول ما اینه، این عمقمون یه دونه، الان ناکن عمق دوممون چقدر کمتر شده. یعنی همین دو عامل میتونه الان به ما کمک کنه که ما اینجا یه نقطه دنبال یه نقطه ورودی باشیم، چون دیگه ببین به ترند ما که نرسید که، درسته ما تو لایو بازار نمیدونیم که این اصلاح اینجا تموم شه میاد پایین، ولی تو لایو بازار میتونیم اینو بفهمیم که آقا احتمالاً مثلا ممکنه این با توجه به این قدرت روند اصلا نرسونه خودش رو به این خط روند. ببین این به تشخیص تریدر خیلی کمک میکنه، کما اینکه با توجه به همین لویی که شکسته و بارها اومده بوده بازی کرده بوده، همون بحث حمایت مقاومت‌ها، به راحتی استاتیک که گفتم استاتیکش از داینامیکش به شما بیشتر کمک میکنه. میتونید این نقطه ورود فوق العاده رو بگیرین. تا این سقف یه دونه تیپی، تا سقف قبل دو تا تیپی. اینم بحثی بود که قبلا داشتیم دیگه، استاپتون هم زیر لو قبلی اصلا بذارین. این یه تیپیش همینجا 1 به 1.5 بوده، تیپی دوش هم که تا این دو بوده 3 خورده میتونست به شما بده و همینجوری میتونید قدرت روند رو اینجا باشه اصلا چک بکنی حدوداً، یعنی از این موج ببینی که وضعیتش چیه و بری باهاش. به شدت بچه‌ها تو موج شماری و تو وضعیت بهتون کمک میکنه، عجیب و غریب. یه مثال دیگه بزنیم، مثلا توی موج بزرگتری ببین، الان مثلا من میخوام موج بزرگه رو ببینم، اینو میگم یه موج ماژور، مثلا این یه دونه ماژور، این چشمی ماژور نیست، این یه ماژور هم یه دونه، این هم یه دونه. آره ببین الان به راحتی شما دوباره میتونین مسافتشو بگیرین. آقا میگه آقا این مثلا این یه ارتفاع اینجا از کلوز دیگه، این بالا کلوز نداشتیم، کلوز بعدی رفته بالا، این کلوزش قبول هست، بله این کلوز اینجا قبول هست، تقریبا مثل موج قبلیه و اینجا میریم یه ارتفاع میگیریم. قبل از اینکه این حرکت انجام بشه ما باید در واقع رو برخورد سوم بریم ترید کنیم، باز نرسیده به برخورد ما، یعنی ما از طریق عمق اصلاح که کم شده برای میتونستیم موجهای کوچیک‌تر هم بگیریم، میتونستیم بفهمیم که آقا احتمالاً نمیخواد بذاره، یا کن عمق اصلاح اینجا تو کفو زده دیگه، اومده آخرین لویی که کن اینجا آخرین لویی که رفته پایین ترین های ساخته اینجا خورده. بلا فاصله بعد از این خطیایی که کردیم، اگر ما می اومدیم در واقع 1 به 1 رو انجام میدادیم، اینجا موج اول اینجا ببین همین شیب 43 و 83 به شما کمک میکرد که آقا این داره خیلی حرکت شارپی میکنه. حرکت شارپه اگر خیلی هیجانی نباشد که مثلا زیرش خالی بشه،
که نبوده دیگه، این تشخیص تریدر دیگه. آقا میگه آقا این سقف شکست، من منتظر یک پول بک هم بهش دیگه. حالا پول بک رفته عمیق شده خیلی، میگم آقا اینو من نمیتونم ترید کنم، اینجا رو که میتونم ترید کنم. قشنگ اومده پول بک مجدد بهش زده و حرکت کرده و دوباره میتونستیم با همین در واقع اینفو متوجه بشین که آقا این حرکت هم خودش شامل یه تقریبا باز 64 نسبت به 79 کمتر است، ولی از 43 بهتره، نسبیه دیگه حرکت ها. و وقتی هم موج بعد شروع کرد دوباره ببینیم با چه شیب عجیب. پس اینطوری ما میتونیم قدرت در روند رو تشخیص بدیم. خیلی باید تو لایو بازار در واقع مسلط باشیم. مثلا مثالش رو اینجا بزنم. ببین اگر شما تو لایو بازار باشین، مثلا ببینید اینجا یه چیزی مثل مستطیل در واقع رخ داده، میگه آقا اینم لگش و اینم حرکت، حالا یه ذره حرکتش طولانی شده ولی مثلا 4 تا برخورد داره، 1 2 3 4 اومده برخوردشو کرده قشنگ و پول بک به این قشنگی زد. آقا من برم این اندازه این لگو من از اینجا بگیرم. میرفتین تو معامله یه استاپ قشنگ از اینجا میخوری، چون نرفته بزنه. خب اینجا به شما خیلی کمک میکنه که فرض کن تو لایو بازار مثلا من میبینم اینجا این برخورد سوم، میگم مثلا این برخورد سوم میخوام اینو بگیرم، میامدم موجا رو اندازه‌گیری می‌کردم دیگه. آقا نگاه کن این اینفو، مثلا من میخوام قدرت روندمو ببینم چیه. مثلا این اولی 43 بود، این الان بیشتر شد، این ناکن دوباره کمتر شد، اینم کمتر شد و یه اصلاح خیلی بلند. ناکن همه این اصلاحا ناکن چقدر زمانش از نظر زمانی هم به غیر از اولی کوتاه، این از زمان زمانی از اولی هم بیشتر شد. این یه نشونه. عمق اصلاحو ببینید ناکن، شما ناکن این اولی عمقت، بعد من میگم آقا این دومین عمقم، این الان سومین عمقم. ناکن چقدر عمیق شده این اصلاح، مثلا چشمی هم معلومه. یعنی شما الان 2 تا یک المان عمقتون الان به مشکل خورد در واقع همینجا، یکی هم زوایاتون که کم شد. حالا اینجا تشخیص تریدر میگه آقا این پول بک زده، من میخوام اینو لاین کنم. خب از همین پول بک دیگه من میگم اوکی شما میخوای لاین کنی، مثلا استاپت هم میذارین زیر هستن خیلی سیف. میگم آقا 1 به 1 رو اول بگیر ازش. این که اصلا اول بحث که همیشه کردیم آقا تریدر خوب کسی که 1 به 1 و 1 به 2 های متوالی بگیره. 1 به 1 تو که گرفتی، میگه آقا من میخوام 1 به 2 من بگیرم. حالا اینجا داده بهت در نظر، من فرض رو میگیرم مثلا نمیخواسته بده، یعنی نمیرسیده به 1 به 2. خب یعنی استاپ اینجا بود هستم. ببین اینجا به راحتی باید تریدر تشخیص بده که نگاه کن اینجا ما دوباره رفتیم بعد از اینکه ببین سقف سمت چپ وقتی شکسته شد، یعنی کار شما انجام شده. اولین سقف سمت چپ رو زده، یعنی من همیشه گفتم دیگه یه نگاه شکلش هم کشیده بودم اگه یادتون باشه، بودم آقا یه چشم داریم ما اینجا از اینور، این چشمه کارش اینه که از راست به چپ چارت رو نگاه میکنه همیشه، چه برای تارگت چه برای استاپ. درسته؟ الان وقتی از اینجا ما ورود کردیم، اولین تیپی ما این سقف خودشه میزنه، بعد میشه چپش این، بعد میشه این. ببین 3 تا سقفو زده و بعد از 3 تا سقف زدن حتی سقف 4م بعد اینم زده. انتظار این که شما این لگو بگیری چرا وسط سخته؟ برای اینکه نگاه کن تمام سیستم 4 تا 5 سقف پشت سر هم هی اومده نتونسته مسافت‌های بهتری برای شما رقم بزنه. یادتونه که مسافت از قله قبلی به قله بعدی بود، نتونسته. یعنی هی این قله رو با شادو زده ریخته تا پایین، دوباره با شادو نتونسته کلوز خوبی بده، بعدیو نتونسته، بعدیو نتونسته. بنابراین اینجا به شما یک سیگنالی میده که آقا من دیگه بعد از زدن این سقف که قشنگ کاملا با شادو زدمش به شما، یعنی در واقع با شادو اینو لیکویدی رو جمع کردم که حالا بعداً بحث لیکویدیتی رو باید حرفه‌ای تو اسمارت مانی اگه اشاره فرصت بشه بگیم. ولی شکست سقف قبل اتفاق افتاد، من 1 به 2 هم گرفتم، تازه 1 به 1 50% خارج شدم. اینجا هم درگیری مسافتی دارم، کما اینکه من اگه بخوام خیلی خوب نگاه کنم این شیب اصلاحاتون چقدر داره زیاد میشه. یعنی شما اینجا میبینی که از بعد اینجا نگاه کن یه شیب 79-80 درجه‌ای داری، اینجا یه تک کندل 90 درجه‌ای داری. خب اینا نشون میده آقا من احتمالاً این شیبه یه خورده خطرناک باشه برای من. بنابراین تمام نمی‌کنی اینجا به راحتی با 1 به 1 و 1 به 2 به شدت به شما این قدرت در روند کمک کنه، ولی تمرین نیاز داره. کما اینکه حالا اینجا بحث تیری پوشاپ که گفتم بهتون اتفاق افتاده، 3 تا کندل با شادو بدون کلوز افتاده. اینجا واگرایی حتما ما تو RSI داریم. ما نمیخواستیم بریم رو مجموعه ولی دیگه مجبور شدیم بغل این یک مجموعه. من حسابم هم
در واقع همین چند روز پیش تموم شد تا دوباره اکتیوش کنم. برای تریدینگ ویو بعد اکانت رو بگیرم. RSI ببین الان تو RSI شما شک نکن اینجا واگرایی خواهی داشت، نکنین اصلا مشخصه، نکنین از همینجا رفته تو اشباع و هی سقف‌های پایین‌تر زده برای شما، اونجا سقف‌های تقریبا با شادوی بالاتر. پس ببینید تشخیص تریدر که نیاد این لگو اینجا اعمال کنه، که همون که گفتم طول این زیاد شده فلان و خیلی المان‌های دیگه. پس ما داریم یه جمع‌بندی میرسیم، یه فیبوناچی مونده واسه جمع‌بندیمون که نیاز داریم، اونم درس میدم. بعد یه جمع‌بندی داریم که اصلا چجوری ورود کنیم، چه تریدایی بگیریم یا نگیریم. ارادت فعلا.